فیلسوفان خیلی زیادی توی فلسفه غرب هستن، مثل هگل، مثل برتراند راسل و مثل خیلی دیگه که فلسفه رو اساساً کشف غربی ها میدونن و معتقدن که فلسفه اساساً در غرب شکل گرفته و اندیشه های شرقی اساساً فلسفه نیست. ولی هرچی که پیشتر میریم به اشتباه بودن و باطل بودن این دیدگاه پی میبریم. توی هند باستان، چین باستان، ایران باستان و خیلی از تمدن‌های شرقی اندیشه هایی در مورد جهان هستی شکل گرفت که کم از فلسفه غرب نداشت، منطق‌هایی شکل گرفت که کم از منطق‌های غربی نبود. امروز می‌خوایم در مورد این اندیشه ها صحبت کنیم. سلام، من شایانم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از فلسفه با شایان. امروز میخوام در مورد اندیشه های فلسفی در هند باستان و به خصوص اندیشه های فلسفی دین ودایی صحبت کنم. اصولا این لفظ کلمه ودایی که شاید خیلیاتون باش آشنایی نداشته باشید، به یک دوره تاریخی در هند باستان اشاره داره، به دوره‌ای که آریایی ها به هند، به جغرافیایی که الان بهش میگیم هند، مهاجرت کردن. تا قبل از حضور آریاییان در هند، اقوامی توی هند زندگی میکردن که از نظر چهره و آریاییان متفاوت بودن. اونا به دراویدی ها معروف بودن. با آریایی ها که به هند مهاجرت کردن، آروم آروم توی اونجا ساکن شدن و با اون اقوام قبلی که قبل از آریایی ها اونجا بودن درآمیختن، اقوام دراویدی، و آغازگر یک دوره جدیدی توی تاریخ هند شدن که به دوره ودایی مربوطه. همین آیین ودایی یا هندویسم هم محصول دوره مهاجرت آریاییان به هنده، هرچند که ریشه های این آیین و باورها رو میتونیم به اقوام آریایی قبل از مهاجرت به هند هم نسبت داد. به طور کلی به آیین‌ها و مذاهبی که در طول دوره‌های مختلف در هند به وجود اومد هندویسم گفته میشه و در واقع آیین ودایی ادامه آیین قدیم هندویسمه. اولین ویژگی اساسی که این باور و جهانبینی داره بحث نگرش اونها به خدا یا خدایانه. اصولا ویژگی اساسی این دین اینه که به چندین خدا اعتقاد داره، به چندین خدا که ویژگی‌های زمینی دارن و شخصی انگاری شدن. مثل ادیان ابراهیمی نیستن که یک خدای منزهی داشته باشه که اصولا ورای انسان هاست و ورای همه چیزه و هیچ ویژگیش شبیه انسان ها یا اشخاص نیست. چندین خدا هن که هر کدوم خدای یک چیزه و وقتی به ویژگی های این خدایان هندو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شخصی انگاری شدن. تعداد خدایان هند رو تا 32 تا ذکر کردن. اگر بخوایم به طور کلی در مورد چند تا از معروفترین خدایان هندی صحبت کنیم، میتونیم به آگنی خدای آتش، ایندرا خدای باد اگر البته تلفظشون درست باشه، یاما خدای عرابران و موارد دیگه ای اشاره کنیم. اما یه بحث خیلی مهم دیگه که در مورد آیین ودایی باید صحبت کنیم، بحث کتاب یا متون مقدس این آیینه. در واقع یه سری ادعیه و متونی باقی مونده از دوران قدیم که قدمتشون به حدود همون 1100 تا 1500 قبل از میلاد میرسه، همون دوره‌ای که آریاییان وارد هند شدن، یعنی حدود 3400-500 سال پیش، که به این متن وداها میگن و یه سری مجموعه به چندین دسته تقسیم میشن این وداها: یاجور ودا، ریگ ودا و آتارو ودا، اگر البته تلفظشون درست باشه. اینا از مهمترین در واقع کتاب‌های دینی و مذهبی در این آیین هستن. اما قدیمی ترین اینها کتابی به اسم ریگ ودا که به کهن‌ترین اثر فلسفی در هند هم معروفه که قدمتش رو حدوداً بین 1500 تا 600 قبل از میلاد تخمین زدن، یعنی یه چیزی حدود 2600 تا 3500 سال پیش. این کتاب شامل یه سری نیایش‌ها و دعاهاست به درگاه خدایان هند. توی این کتاب از 3 خدا نام برده میشه. تعداد خدایان رو 3 تا میدونن: آگنی، ایندرا و سوریا خدای خورشید. علاوه بر اون یک بحثی که وجود داره در این آیین اینه که تمام این خدایان یه زیرمجموعه یا فرزند یک خدای مطلق یا یک روح کلی و مطلق در جهانن که بر کل جهان و هستی حاکمه. به یه عبارت دیگه، هر 3 خدا فرزند یک خدای مطلق و بزرگ دیگه هن. یعنی میشه حتی این آیینم علیرغم وجود خدایان بسیار یک جور آیین یکتاپرستی دونست. اون خدای مطلق که روح مطلق حاکم بر کل جهانه رو بهش براهما میگن.
روح جزئی همه انسان‌ها و به عبارت کلی‌تر همه موجوداتی که توی جهان زندگی می‌کنن بخشی از اون روح کلی و مطلق یا اون خدای کلی یعنی برهماست. از اینجا نه تنها میشه یک جور نتیجه گیری یکتاپرستانه کرد در مورد این آیین، بلکه حتی میتونیم این آیین رو دارای یک نگرش فلسفی وحدت وجودی بدونیم. یعنی همه انسان‌ها و همه ارواح حاکم در جهان بخشی از یک روح کلی و یک خدای مطلق کلی هستند که برهما نام داره. به طور کلی ویژگی ادیان هندی و هندویسم به طور کلی اینه که خیلی سخت میشه در مورد یک نگرش و جهانبینی یا یک سیستم فلسفی جزمی در موردشون صحبت کنیم که یک تعریف خاصی از همه چیز ارائه میدن. خیلی تعلیماتشون شلوغ پلوغه و ضد و نقیضه، به خاطر اینکه متون خیلی زیادی وجود داره که جزو متون مقدسشون میشه. از اینجا میشه گفتش که در واقع دو تا نگرش توی این آیین در مورد خدا وجود داره. یکی نگرشیه که در واقع خدا رو یک خدای غیر قابل شناخت مطلق ورای همه چیز میدونه و یک جور یکتاپرستی و وحدت وجودی، به یک مدل یکتاپرستی و وحدت وجودی نزدیک میشه و از یک طرف دیگه هم یک جور جهانبینی میبینیم که به چندین خدا قائل، خدایانی که ویژگی‌های انسانی دارن و شخصی انگاری شدن. اوپانیشاد یکی از متون کتاب‌های مهم مذهبی همین آیینه که توی اون روح کلی که بهش حاکمه یک روح توحیدی و یکتاپرستانه است. اما میرسیم به یک بحث خیلی مهم دیگه توی آیین ودایی، یعنی نگرش این آیین به جهان بعد از مرگ و زندگی بعد از مرگ. به طور کلی در آیین ودایی اعتقاد به تناسخ وجود داره. تناسخ یعنی چی؟ تناسخ یعنی اینکه شما بعد از مرگتون در یک قالب دیگه دوباره زاده میشید و روحتون وارد یک تن دیگه ای میشه و همینطور این تسلسل ادامه داره و این زندگی بعدی شما هم کاملا بستگی به اعمال این زندگیتون داره. یعنی اگر توی یک زندگی که دارید شما اعمال خوبی انجام بدید، آدم خوبی باشید، نیکی کنید به دیگران، اینا زندگی بعدیتون هم زندگی خوبی خواهد بود. و اگر مثلا آدمی باشید که دزدی کنید یا مثلا کارهای بدی انجام بدید، در زندگی بعدیتون به صورت یک موجود مثلا گرگی چیزی در میایید و خب مثلا زندگی بدتری خواهید داشت. اما این تسلسل که شما وقتی میمیرید در قالب یک موجود دیگه‌ای در میایید و همینطور به زندگی این دنیاییتون ادامه میدید، تا ابد ادامه نداره. هستن افرادی که بعد از مرگشون از جسم در واقع دنیاییشون جدا میشن و به عالم ورای عالم مادی میرن. این افراد بعد از مرگشون به ماه میرن. در واقع در تعلیمات این آیین دروازه ورود به یک جهان دیگه یا بهشت یا عالم ماورای این جهان ماهه و در اونجا در واقع ماه ازشون یک سوالی میکنه طبق تعالیم این آیین که اگر بتونن به اون سوال درست پاسخ بدن میتونن از ماه رد بشن و به یک زندگی خوب در جهان دیگه در بهشت برسن. اما چی میشه که از این تسلسل و تناسخ رهایی پیدا میکنیم؟ در واقع انسان‌هایی که در زندگی این دنیاشون میتونن از خواسته ها و امیال و شهوات زمینی و دنیایی دست بکشن و به یک جور سیر و سلوک عرفانی برسن و یک سری ریاضت هایی رو تحمل کنن، میتونن توی زندگی این دنیاییشون با برهمن یا روح حاکم بر جهان، خدای مطلق حاکم بر جهان یکی بشن. در واقع روح همه انسان ها بخشی از اون برهمن هست، ولی باید با تحمل این ریاضات و این سیر و سلوک عرفانی بتونیم از این جهان این دنیایی رها بشیم و با اون برهمن یکی بشیم. در این صورته که میتونیم از سلسله مراتب و تسلسل باطل و این دور باطل تناسخ رها پیدا کنیم و به عالم بالا برسیم. این تعالیمم که میگم شاید خیلی فلسفه افلاطون در رابطه برای خیلی از شما تداعی بشه. افلاطونی که قبلا در موردش صحبت کردیم. در واقع میشه گفتش که این تعالیم یعنی اندیشه های شرقی خیلی توی فلسفه غرب و فلسفه یونان به ویژه فلسفه افلاطون هم تاثیرگذار بودن. علاوه بر فلسفه افلاطون توی فرهنگ خودمون، فرهنگ عرفانی خودمون هم خیلی میشه تاثیر این تعالیم رو دید. اگر به بزرگان عرفان و شعر و ادبیات فارسی رجوع کنیم مثل عطار، مولانا، سعیدالدین ابوالخیر
یا خیلی های دیگه میتونیم این تعالیم رو آشنا پیدا کنیم. خیلی تعالیمی که انجام میدادن شبیه این تعالیم و جهانبینی هاست. برگردیم به هندویسم و آیین ودایی. به تمام این تسلسلی که در مورد جهان بعد از مرگ بیان کردم، این در واقع دوباره زاده شدن و اینکه اعمال این زندگی توی اینکه بعد از مرگ چه سرنوشتی داری تأثیر میذاره، به تمام این قانون ها میگن کارما یا کرمه، اگه تلفظش رو درست گفته باشم. واژه‌ای که خیلی امروزه میبینیم که توی فضای مجازی و جاهای مختلف زیاد میشنویم و خیلی مردم ازش استفاده میکنن. در واقع این ریشه هندویی داره. خب خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو نشستید و تماشا کردید. حتما نظرتون رو در مورد این آیین و مذاهبش بگید و جهان بینی هاش. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانالم هم سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم متوجه بشید و کانال رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی دوستاتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.